سلام، من آین هستم و امروز قراره که 3 تا کامپینگ ضد لگ بهتون بگم که هم آهنگ گوش بدی، هم ویدیو رکورد کنی، هم DNS بزنی، هم 4 تا VPN اصلا روشن کنی و گیم پلی روانی داشته باشی. در لول اول از اینو بخر، خنک کننده بادی که خیلی هم تاثیر داره. فقط نری سراغ رادیاتوریاش که داری با عمر گوشیت بازی میکنی، همین عالیه. در ضمن ایست خوب پیدا کن. لول دوم چیزی نیست جز حافظه گوشی. عکس و ویدیوهای چرت و پرت رو حذف کن، آهنگ‌هایی که گوش نمیدی رو حذف کن، برنامه‌هایی که چند وقت اصلا بازشون نمی‌کنی و به دردت نمیخوره رو حذف کن. بعدا هم که اگر نیازت شد دوباره خوب دانلودش می‌کنی. فوقش برنامه موبایل 2-3 گیگ. بچه‌ها این ویدیو رو حتما سابسکرایب کنید، چون اگه ساب نکنید اصلا این ویدیو ادامه پیدا نمی‌کنه. این ویدیو از همین لحظه فریز میشه. مرسی که سابسکرایب کردید، عشق‌های دلمید. و اونایی که ساب نکردن بازم اشای دارم، من بازم دوستتون دارم. اصلا وجودیت شمایی که انرژی منو پر میکنه. من میام اینجوری واسهتون ویدیو درست میکنم. و در آخر یکی از سیم کارتای گوشیتو در بیار. اگه تونستید جفتشم در بیار که FPS بیشتری بهتون بده.